کن شمشیر استاد فنگ. هیا من استاد فنگ هستم، بزرگترین استاد کنگ‌فوی دنیا. هیچ کس نمیتونه من یا شمشیر شگفت‌انگیزم رو شکست بده. سلام کنید. ما اومدیم تو برنامه استاد فنگ رو نگاه کنیم ها. ببخشید کنید، عصبانی نشو. استاد فنگ هیچ وقت عصبانی نمیشه. اینو میدونم، من همه چیزو در مورد استاد فنگ میدونم، همه ی قسمتاشو دیدم. این عالیه که اون هیچ وقت عصبانی نمیشه. اون خیلی چیزا در مورد قهرمان بودن به من یاد داده. سلام به همگی، من استاد فنگم، اما خبرای بدی دارم. شب گذشته شمشیر من دزدیده شد و تا وقتی پیدا نشه نمیتونم برنامه‌مو اجرا کنم. شمشیر استاد فنگ دزدیده شد. آروم باش کنید، ما میتونیم پسش بگیریم. معلومه که میگیریم. هیچ کس حق نداره همچین کاری کنه. گروه شب نقاب بی خستگی پشت تاب آماده‌ایم و حاضر برای حل مشکل. خورشید غروب میکنه و قهرمانا آمادن که با خرابکارای شهر روبرو بشن و با کمک هم اونا رو شکست بدن. اما تبدیل میشه به کمند. آره. گرگ تبدیل میشه به آره. کانر تبدیل میشه به پیچا. گروه شب نقاب. خیلی خوب، بیاین اون شمشیر رو پیدا صبر کن، نباید دنبال سرنخ بگردیم. داریم وقتمون رو هدر میدیم. بچه ها نگاه کنید اونجا رو. عالیه، حالا بیاین از نزدیکتر نگاه کنیم. شبیه رد پای گروه نینجا هست. بیاین بریم. زود باشین. خیلی به خاطر شمشیر عصبانی شده. گوشه گربه‌ای. من یه چیزی میشنوم. حالا کی برنامه تلویزیونی داره؟ من برنامه دارم. خوبه، حالا یه عکس باحال‌تر بگیر. این شمشیر استاد فنگ نینجای شب، پسش بده. اوه، این که پیشی کوچولی خودمونه. ولی فراموشش کن، چون من خیلی بهتر از استاد فنگ به درد نخور میتونم از این شمشیر استفاده کنم و معنیش اینه که برنامه تلویزیونی من از اون بهتره. خیلی خوب پیچا، بگو نقشمون چیه؟ سرعت فوق گربه‌ای. پیچا پیشی کوچولو، هنو به اندازه کافی آماده نیستی که. پیچو خیلی عصبانی، حتی نقشش هم به ما نگفت. به نظرت از زمان میخواد چیکار کنه؟ من نمیدونم، بیا فقط بریم. استتاره فوق‌العاده یافت پرست. بگیریدش گل پسرا. بگیر که اومد. وقت برنامه تلویزیونی نینجاییمه، اما گروه شب نقاب دعوت نیستن چون حتی نمیتونن از سر جاشون بلند شن. نمیتونی به این راحتی در بری. جان ما، ولی فعلا که دارم به راحتی میرم. فعلا خدافظ. به چپ برست، به چپ. من نجاتتون میدم. ممنون که نینجای بدجنس. آروم باش پیچا، ما فقط به این نقشه احتیاج داریم. آره، مثل استاد فنگ آروم باش. ما هیچ وقت عصبانی نمیشه. آره خب، به خاطر اینکه هیچ کس قبلا شمشیرشو ندزدیده بود. من مطمئنم الان به اندازه من عصبانیه. زود باشین، بدین. نگاه
کنین اینجا اتاق تمرین استاد فنگه، جایی که کلاسای کنگفوشو برگزار میکنه و برنامه تلویزیونیشو ضبط میکنه. نگاه کن شمشیرش واقعا معرکت. اون طرحهای قشنگ روش نگاه کنی. آره هر کدومش مال یه سال از تدریسشه. خب ببینم نقشه چیه پیچا. خیلی خوب. چرا تو توجه نینجای شب رو جلب نمی کنی؟ تو هم استتار کنی یواشکی برو پیشش، منم از بالا میام و بعد من نمیتونم تحمل کنم که اون از شمشیر استاد فنگ استفاده کنه. درسته ولی چه وایسا نباید میرفت. تو هیچ وقت به خوبی استاد فنگ نمیشینی اینجا یه شب. شمشیر رو پس بده. وقت نمایشه. برگردین چی کار باید بکنی؟ زود باش بریم بهش کمک کنی. پرش فوق گربه ای. انگاری وقت خواب این بچه های نقابدار کوچولو گذشته. عصبانی بودن کمکی نمیکنه. آره زود باش مثل استاد فنگ آروم بمون. به من نگین که عصبانی نشم. این اتفاق خیلی فاجعه است. فقط تا من شمشیر رو پس میگیرم حواستون به اون نینجا باشه. نینجا یه شب. جان باورم نمیشه پیشه انقدر عصبانی شده. منم. باید بدونی استاد فنگ خیلی از تو بهتره. واقعا استاد فنگ میتونه این کار رو بکنه؟ وای نه. کمکمون کن. چه کمک؟ شلقمو دوربین خاموش کن. بهش دست ازم باسماز. ای گل پسرها این شب نقابای لول شده رو اینجا ببریدشون. پیچا کمک کمانتر با پیچا کمک. کمکمون کن پیچا. استراحت تمام. پیش به سوی صحنه بعدی. من نمیتونم هم برم سراغ نینجای شب هم کمند هربا رو نجات بدم. حالا چی کار کنم؟ کون درست میگفت. عصبانی شدن کمکی نمیکنه، مخصوصا عصبانی شدن و سلام زدن به دوستام. وقتی قهرمان بود داره و مثل استاد فنگ آرامش داشتن. وای اشتباهی رفتم. یکی نگهمون داره. کمکمون کن. زود باش کمکمون کن. آروم باش، فقط راه تو عوض کن. سرعت فوق گربه‌ای. پیچا آروم میمونه و نقشه‌هاشو دنبال میکنه تا دوستاشو نجات بده. نگران نباشین بچه ها، پیچا اینجاست. آروم و بدون عصبانیت، درست مثل استاد فنگ. سرعت فوق گربه‌ای. ایستگاه آخر. آروم پیاده شی. وای کارت عالی بود. ممنون که نجاتمون دادی. قابلی نداشت و من واقعا متاسفم که عصبانی شدم. کار خیلی بدی کردم. اشکالی نداره. پیچای واقعی برگشته. ممنون بچه ها، من یه نقشه دارم. شاید اگه نینجای شب و نینجاهاش عصبانی بشن اونا هم خرابکاری کنن. بریم گروه شب نقاب. به بهترین برنامه نینجایی که میشناسید خوش اومدید. چیزایی که قراره ببینید و باور نمیکنید. نمایش تموم نینجای شب. شمشیر رو بده به ما. شوخی بامزه‌ای بود. تا وقتی که من شمشیر رو دارم شما شب نقابا نمیتونید کاری بکنید. حق نداری اون شمشیر رو در بیاری نینجای شب. فقط استاد فنگ میتونه این کارو بکنه. نه آرامشتو حفظ کن پیچا. هی اینجاها،
چرا شما اجازه ندارین از شمشیر استفاده کنید؟ شاید به اندازه کافی خوب نیستن، برای همینی که بهشون اجازه نمیدی. درسته نینجا ایشان؟ نه واسه این نیست، فقط به خاطر اینه که من بهتر از شما میتونم ازش استفاده کنم. نه بس کن بابا، بس کنیم، ولم کنیم. نه شمشیرم الان باید فیلم بگیری آخه. من استاد این برنامه‌ام. اینه اینقدر داد نزنید، شما اینجا عصبانی میکنید. کارتون عالی بود بچه. گروه سبنقابا تلاش کردیم و حالا زدیم خرابکار، پیروز شدیم و خوشحال. بیاین ببینیم برنامه استاد فنگ دوباره شروع شده. به برنامه استاد فنگ خوش اومدین. تشکر میکنم از هر کسی که شمشیر منو بهم برگردوند. خواهش میکنیم استاد. هنوز اون فن کامل یاد نگرفتی، ولی عصبانی نباش. آره لازم نیست وقتی خرابکاری میکنی عصبانی بشی. درسته؟ اشکال نداره، من به تمرین ادامه میدم تا یاد بگیرمش.